سسش بیار. اگه این آیتم خوشمزه رو میخواید ادامه کلیپ رو ببینید. اگه میترسید تر بگیره وسطش آبکش بذارید، دور آبکش رو دیگ بچید. این کلا 20 دقیقه اینجا حرارت بخوره قشنگ آماده است. کتلت گوشت مرغ احتیاج دارید به سردست گوساله، سینه مرغ، توپاله پیاز برای هر 1 کیلو 200 گرم، ادویه، پاپریکا، پودر پیاز، نمک، فلفل، پودر گشنیز، با زردچوبه. پیاز ظریف گوشت با مرغ مخلوط کنید. سیب زمینی، ادویه، سبزی تازه، آرد نخودی، 1 کیلو تخم مرغ، زعفران مخلوط کنید. اگه خالص کتلت گوشت میخواید مرغ ازش حذف کنید میشه کتلت گوشت. حالا 7 کیلو فقط مرغ باشه گوشت ازش حذف کنید میشه کتلت مرغ. مخلوط کنید بریم برای چرخ. پنجره 6 بعد 4. سس گوجه. چرخ اول. که پیاز سرخ شده داشته باشید بهتره. حالا اینجا پیاز بریزید با رب قشنگ تفت بدید. گوجه چرخ شده که قشنگ جوشیده بود حالا اضافه کنید. آب اضافه بشه بذارید نیم ساعت بجوشه. چرخ دوم. چند دقیقه قشنگ مخلوط کنید. هواگیریش کنید. هم با سس میشه سرکه هم بی سس. غالب برگر کوچیک باشه که عالیه. بیار بیرون. الان خوبه دیگه جمع نمیشه.